آیا ملاقات اولین ما را در خاطر دارید؟ آنگاه کسی نبود و ما به شما کمک رسانیدیم تا که بار اول به رفیقتان زنگ زنید و در طول 5 ثانیه سلام بگویید. این آغاز سفر یک جایه ما بود و از روز اول ما وعده دادیم که همیشه با شما میمانیم. در حیات هر یکی ما لحظه های خاطرمان موجودند و ما همیشه میشتابیم که در خوشبختی خود با نزدیکان و دوستان هم شریک شویم. ما جزء حیات هر روزه شما گردیدیم. صدقاً و صمیمی با شما بودیم، حتی در لحظه های بنیاد عائله. هم در زندگی و هم در کار و فعالیت دقت لازمه و سر وقتی ما نسبت شما قطع نمی گردید. به هر جایی که رفتید ما همراه شما بودیم. حتی در جایهای دشوارگذر ما نمی گذاشتیم که خود را تنها حس کنید. ما اعتماد شما را همیشه قدر میکردیم و میکنیم. شبانه روزی سعی و کوشش می نماییم که همیشه دستگیر شما باشیم. به هر یک قدم گذاشته شما ما جواباً یک چند قدم می گذاشتیم تا که باز هم نزدیکتر شویم. همه سعی و کوشش، دستاورد و موفقیت های ما با شرافتی دستگیری شماست و ما این را دائما قدر میکنیم. ما 20 سال با هم هستیم و از هر وقت دیده باز هم نزدیکتر شدیم. تیسل 20 سال با شما. کوههای سر بلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی غبار، مردمانت صاف دیل و خاکسار.
4 فصلت می نماید چون بهار. فصل بهار است و برای دوچرخه‌رانی بسیار فصل مناسب. هوا در شهر دوشنبه 20 تا 22 درجه گرم و سرعت وزش باد باشد 1 ثانیه در متر می باشد و برای دوچرخه‌رانی بسیار مناسب. و همکنون رقابت‌های سیوم روز دوم چمپیونات آسیا آید به دوچرخه‌رانی شاهراه را با هم دیگر تماشا میکنیم و همین لحظه سبقت‌ها میان مردان زیر 23 سال در رقابت‌های انفرادی آغاز می شود. در این سبقت‌ها از 11 کشور ورزشکاران اشتراک خواهند کرد و اولین نفری که به سبقت آغاز میکند ورزشکار کشوری فلسطین هست که مصطفی زغری نام دارد و قرار است که او سبقت مردان زیر 23 سال را آغاز نماید و همینطور چند لحظه دیگر او به حرکت در آمده خواهیم دید که نتیجهش در انجام چی خواهد بود. باز هم این سبقت وابسته به زمان خواهد بود، نه وابسته به نفری که اول یا دوم شده از خط نهایی عبور میکند. همینطور زغری مصطفی از کشور فلسطین تحت رقم 63 که او هم دارای رقم یگانه خود در اتحادیه دوچرخه‌رانی بین المللی دارد به سبقت آغاز میکند و او چون همیشه مسافه این مسابقه هم چون امروز در سبقت‌های دیگر دیدیم میانی مردان 24 کیلومتر بود و هم اکنون این ورزشگر کشوری فلسطین هم به سمت مهمانخانه سرنا در حرکت است، زیرا از همان جا میگردد و به سمت محل چارباغ می رود. و نفر دوم اینجا ورزشگر کشوری بنگلادش هست که فیصل بیسواس یا حسین فیصل می باشد. برای سبقت آغاز میکند. سبقتش را دقیقاً 24 کیلومتر را باید این ورزشگر هم طی نماید و گفتیم که در این سبقت ها حدود 11 ورزشگر اشتراک میکنند و فیصل حسین تحت رقم 1 در این سبقت ها به هنرنمایی میپردازد. و نفر بعدی که برای آغاز سبقت آمادگی می‌بیند علی شاهولی است که از کشور پاکستان است. یعنی علی شاهولی قرار است پاکستان را در این سبقت نمایندگی کند. همینطور اولین اشتراکچی زغری مصطفی مسافه 1.3 کیلومتر را عبور کرد. او توانست که از نزد مهمانخانه سرنا برگردد و همینطور علی شاهولی هم در این سبقت نفر سوم هست که از خط آغاز به هنرنمایی خواهد پرداخت و همکنون سراشیب یا سرازیر به سمت دانشگاه ملی تاجیکستان که در روبرویش مهمانخانه سرنا قرار دارد در حرکت می باشد. خب نفر دیگر هم یعنی نفر چهارم هم در اینجا آماده حرکت می باشد. ورزشگر کشوری بحرین هست. تشکر که در پوشینه هاشان نام های کشورشان نوشته شده است. این ورزشگر تحت رقم 3 مدن احمد می باشد و پس از 4 ثانیه او نیز به سبقت آغاز میکند. سبقت این گروه نسبت به سبقت گروه قبلی طولانی تر خواهد شد، زیرا تعداد اشتراکچیان بیشتر هست. طولانی تر از نظر زمانی، یعنی اگر سبقت قبلی در 30 دقیقه به انجام رسیده باشد، این سبقت میتواند در 30 و چند دقیقه به انجام رسد، زیرا چند نفر بیشتر هست. یعنی 11 نفر هستند دقیق ترش گوییم. همینطور مدن احمد از بحرین نیز به سبقت میپردازد. ورزشگر فلسطینی را میبینیم که در حرکت هست و همینطور نوبت به ورزشگری عراق میرسد که من ورزشگران عراقی البته در این مسابقات آنقدر حضور گسترده نداشتند.
همگی از عراق 5 مرد و 2 خانم در این سرمربع در این مسابقه اشتراک میکنند و یکی از آنها همین ورزشکاری که تحت رقم 56 اینجا هنرنمایی میکند البته حزیم مهدی است که در حرکت می باشد و او هم به سمت مهمانخانه سرنا یکی از شریکان و یکی از آنهایی که به ورزشکاران خدمت رسانی بود و باش یا اقامت را میدهد در حرکت است تا از آنجا به سمت محله چارباغ باز بچرخند. مسافت 24 کیلومتر است. این هم ورزشکاری کشور فلسطین می باشد که اولین شده از خط شروع گذشت و همکنون تقریبا 12 کیلومتر را سپری کرده است. خب اینجا مسافه 1.3 کیلومتر است و به نظر می رسد که علی شاهولی نه معذرت میخوام علی شاهولی نیست بلکه فیصل حسین بود از بنگلادش عبور کرد. نفر بعدی از کشور امارات متحده عربی می باشد و این نفر هم محمد المتایوی از امارات متحده عرب تحت رقم 28 در حرکت می باشد. و نهایتاً ورزشگری کشور تاجیکستان که علاقه از نام سوخت هم نوشته شده است. در آنجا حتما از دستپروران مکتب های دوچرخه سواری سوخت هستند. این هم ورزشگری تاجیک و میزبان این مسابقات منوچهر یونوسوف هست که تحت رقم 26 به هنرنمایی میپردازد و او هم در این چمپیونات آسیا علاقه صاحب رقم یگانه خود در اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری گردید و امیدواریم که نتیجه را هم برای خودش کسب کند. ناامیدی این بزرگترین آفت است و ما امید میکنیم که او بتواند هنر و مهارت خودش را به خوبی نشان دهد، بخصوص در آن لحظه که در ولایت سوخت یکی از بهترین ولوترک ها در دوران شوروی وجود داشت و چی گویم زمینه های رشد این ورزش در ولایت سوخت واقعا هم خوب است، چون آن ولوترکی که در ولایت سوخت وجود دارد در زمان خودش در اتحاد شوروی یکی از بهترین ولوترک ها بود و تعداد زیادی از ورزشکاران نامدار را آنجا به وای رسانیده است و امیدواریم که این ورزشکار هم از عهده معرفی ارزنده تاجیکستان اگر امروز نشد در آینده خواهد برآمد. خب ورزشگری بعدی را ما مشاهده میکنیم. بعد از ورزشگری تاجیک ورزشگری کشور هندوستان آماده رفتن هست. سرادا مناف و این سبقت ها گفته میانی مردان زیر 23 سال هست. در این مسابقه هم ورزشکاران بسیار توانا و داوطلب برای پیروزی هستند و معمولا از روی قانون و قاعده های نانوشته یا حتی نوشته خود دوچرخرانی ورزشکارانی که نسبتاً مهارت بیشتری دارند در آخرهای سبقت به رقابت خواهند پرداخت. و این هم ورزشگری تاجیکی ما منوچهر یونوسوف هست که به خط 1.3 کیلومتر رسید و همکنون به سمت خط 12 کیلومتر است که باز هم میدان دوستی می باشد در حرکت خواهد بود. خب ورزشگر مغولستان هست. از کشور مغولستان تحت رقم 12 هنرنمایی میکند و او هم از خط آغاز مسابقه به سمت مهمانخانه سرنا در حرکت می باشد. بازم برمیگردیم به منوچهر یونوسوف ورزشگری تاجیک که تحت رقم 26 همچنان میبینید در حرکت می باشد و احتمالاً همکنون از چند لحظه دیگر از
خطی 12 کیلومتر هم خواهد گذاشت. ورزشکار کشور ازبکستان الکسی فاموفسکی است. این هم ورزشکار کشور ازبکستان به سبقت آغاز میکند. باید قید نماییم که این ورزشکاران الکی در همین موسم، ورزشکاران کشور ازبکستان منظورم، در تور آف شارجه 2022 اشتراک کردند و همین ورزشکار در آنجا واقعا هم توانست که از خودش مهارت خوب نشان دهد و توانست در بین ورزشکاران جوان زینه اول را در تور آف شارجه که روز 1 فوریه برگزار شد زینه اول را به خود اختصاص دهد. باز هم یونوسوف منوچهر را برای ما نشان میدهند. او الکی از مسافه 12 کیلومتر گذشت و به سمت محله چارباغ در حرکت هست. یکی دیگر از ورزشکاران نامدار گفتیم، همچنانی که قبلا گفتیم ورزشکاران بهترین را در فهرست ورزشکاران آخر میگذارند و این ورزشکار هم ورزشکار عضو منتخب ایران در دوچرخه سواری میان جوانان هست و الکی برای کشورش چندین مدال به دست آورده است که حالا در ادامه برایتون خواهیم گفت. تحت رقمی 5 هنرنمایی میکند. علیاری آیدین یا آیدین علیاری است، اصلا از کشور ایران در حرکت می باشد. خب این ورزشگر بدسنگل امرتوفشین بود از مغولستان. تا او را نامش را گرفتیم. باز دوباره به ورزشکاری تاجیک برمیگردیم که الکی به نقطه 13 کیلومتر که در پیش چایخانه بسیار به راحت گذاشته شده است یا در آنجا راست میگیرد قرار میگیرند. و نهایتا ورزشکاری کشور قزاقستان، فرزند قهرمان المپیک، پدرش برای مخلصی به او به تاجیکستان آمده است و عموما البته مهمان فخری این چمپیونات نیز می باشد، زیرا قهرمان المپی است و میخواهد فرزندش راه او را ادامه بدهد. زیرا گفتن اگر میخواهیم میراث پدرآموزی کسب پدرآموز، این پسر هم کسب پدرش را انتخاب کرده است. بله، و این ورزشکار تاجیک از نقطه 13 کیلومتر الکی عبور کرد. منوچهر یونوسوف و این هم باز هم بدسنگل امرتوفشین هست که او هم توانست با 12 کیلومتر جاده را پشت سر گذارد. خب ورزشگر تاجیک امیدواریم امروز نتیجه بهتر از دیگر ورزشگرمان که الکی رستموف نجیب الله در سبقت های انفرادی جوانان اشتراک کرد نتیجه بهتری را به دست بیاورد. و همچنان که می‌بینیم ورزشگر کشور ازبکستان الکی مسافه 12 کیلومتر را طی کرد و میتواند برای عنوان قهرمانی تلاش کند، زیرا گفتیم که این ورزشگر الکی در تور شارجه در سال 2022 ماه فوریه، یک ماه قبل، توانسته بود که زینه اول را در بین دوچرخه سواران جوان کسب نماید. این هم ورزشگر کشور مغولستان هست. او هم از 12 کیلومتر گذشت و به سمت محله چارباغ در حرکت می باشد. انیخترش حالا به مسافه 13 کیلومتر نزدیک است. ورزشکاری کشور مغولستان بدسنگل امرتوفشین. ورزشگر عراق است که گفتیم الکی در این سبقت قبلی هم ورزشکارانشون از همه آخر آمده به خط نهایی رسید. اینجا باشد 16 کیلومتر را این ورزشگری کشور عراق حزیم مهدی طی می نماید. ورزشگری ایرانی است که او هم الکی مسافه 12 کیلومتر را طی کرد. و اگر خطا نکنم اولین ورزشگر
فلسطینی بود که الکی از محدوده دانشگاه بنوهده دانشگاه اگراری نزدیک شد یا از آنجا حالا در حال گذشتن هست. ورزشکاری تاجیک هم در نزدیکی باغ احمدی دانش باید باشد. و همینطور ورزشکار کشور قزاقستان هم نقطه 12.6 کیلومتر را عبور کرد از میدان دوستی. حالا به میدان سبقت میپردازد. میدان دوستی برای همه ورزشگران به انجام رسید و ورزشگران در حرکت می باشند. و اولین گروه ورزشگران یا اولین ورزشگر از نزدیکی های باغ عینی که علاقه 9 کیلومتر مسابقه را تشکیل می دهد عبور می کنند. از جمله همین ورزشگر پاکستانی که نفر سوم بود که به حرکت در آمد از 9 کیلومتر از خط 9 کیلومتر گذشتند یا نقطه 9 کیلومتر گذشتند و ورزشگری تاجیک هم به مسافه 6.4 کیلومتر نزدیک است. منوچهر یونوسوف توانست علاقه 6.4 کیلومتر را با موفقیت طی نماید، اما موفقیت آنگاه خواهد بود که بتواند صاحب یگان عنوان یا جایزه گردد. ورزشگر فلسطینی تحت رقم 63 اولین ورزشگری بود که امروز سبقت را آغاز بخشید. همکنون تلاش دارد. یک کمی اینجا سراشیبی به نفع ورزشگران نیست. خود باد و هوا بسیار مناسب است برای ورزشگران که بخصوص ورزشگران خودمان نه گرم است نه سرد است. هوا نیمه ابری و نیمه سرد و نیمه گرم هم گویم. عموما گرم است. به هر حال برای دوچرخرانی بد نیست، چون این موضوع هم بسیار مهم است که اگر هوا بارانی یا نامساعد باشد برای ورزشگران مشکل ایجاد میکند، سرعت آنها را میکاهد. این هم دوشنبه نازنین ما در فصل یا ایام بهار است و اگر خطا نکنم ورزشگر کشور پاکستان هم مسافه 9 کیلومتر را عبور کرد. تقریبا به نیمه سبقت نزدیک میشوند ورزشگران. این هم ورزشگر کشور عراق حزیم مهدی. لباس های مخصوصی ورزشگران یا دوچرخه سواران بینید آنگونه ساخته شده است که حتی همین کلاهی که بر سر میکنند ببینید برای بوریش هوا بسیار مناسب هست. یعنی باید بریده شود. مسافه 9 کیلومتر را این ورزشگر عراقی عبور کرد. یعنی از باغ عینی، باغ استاد بزرگوار ما و اساسگذار ادبیات دوران سوویتی هم گویه می شود میگذرد. و به محل چارباغ روانه هستند الکی. بیاد ببینیم که ورزشگر خود ما محمد منوچهر یونوسوف در کجا قرار دارد. فماوس گالاکسی را چند لحظه برای ما نشان دادند که یکی از داوطلبان محسوب می شود در این سبقت ها. ما امروز درباره یکی دیگر از ورزشگران ازبک سمندر سلطانوف بسیار صحبت کردیم که در فرانسه آمادگی دیده است و در کشور ترکیه نیز به هنرنمایی پرداخته است، ولی دیدیم که به زینه‌های افتخاری دست نیافت. در سبقت قبلی مسافه 6.4 کیلومتر را ورزشگر مغولستان یا هندوستان بود به نظرم طی میکنند. امارات متحده عرب، ورزشگر کشور امارات متحده عرب هست که این مسافه را طی کرد.
و دوباره برمیگردیم به منوچهر یونوسوف، ورزشکاری که تحت رقم 26 در اینجا هنرنمایی میکند و این ورزشکاری ما هم مسافه 9 کیلومتر رو الکی طی کرده عبور نمود و امیدواریم که ورزشکاران ولایت سوخت هم که باز هم یک بار دیگر تکرار میشیم در گذشته در این مکان حتی چمپیونات SSR نیز در ولایت سوخت ما برگزار شده بود در زمان اتحاد شوروی و اگر باز هم خطا نکنم حدودی 50 تا استاد ورزش دورانی SSR رو ما از همین ولوترکی که در ولایت سوخت داشتیم عنوانهایشان رو به دست آوریم و اولین ورزشگر هم اکنون به محله چارباغ رسید و این محله رو پشت سر گذاشت، یعنی دقیقا نیمی از مسافه رو ورزشگری نخستی که اینجا در حرکت هست طی نمود و این هم ورزشگری کشوری اگر بازم اشتباه نکنم پاکستان یا بنگلادش هست که 12 کیلومتر را طی نمودند. تعداد ورزشگران بینید در مسافه 12 کیلومتر به هم نزدیک بسیار زیاد شدند. ورزشگری فلسطینی پشت سری ورزشگری پاکستانی در حرکت هست. این هم مصطفی زغری بود که از خط آغاز مسابقه اولین شده به سبقت پرداخت. خوب میرسد نوبت به منوچهر یونوسوف تاجی که به نیمه سبقت نزدیک می شود. معلوم است که خسته است، اما ورزش برای همین ضرور است که باید خسته نباشی. چند لحظه برای ما بتسنگل امرتوفشین را نشان دادن از مغولستان که در حرکت بود. خوشبختانه در سبقت های انفرادی ورزشکاران جراحت ها یا آسیب دیدگی های کمی به نظر می رسد، زیرا در سبقت های انفرادی ورزشکاران با هم دیگر برخورد ندارند، وگرنه در سبقت های همین دوچرخه سواری معمولا بعضی وقتها برخورد دوچرخه سواران را ما می بینیم و یک بار دیگر حالا فراز بسیار زیبای پایتخت عزیز کشور ما رو با هم دیگر می بینیم که چمپیونات آسیا را میزبانی می کند. نه به هر شهر چنین امکانیت داده می شود، البته آن همه شکوفایی و صلح و وحدتی که در کشور ما فرام هست این زمینه را به وجود آورده تا کنفدراسیون دوچرخرانی آسیا و عموما اتحادیه بین المللی دوچرخرانی برای کشور ما چنین امکان را بدهند که چمپیونات آسیا را برگزار کند. ورزشگر کشور ایران هم مسافه 9 کیلومتر را عبور کرد. علیاری آیدین علیاری درسترش بگوییم و باز دوباره برمیگردیم به ورزشگر کشور عراق که خیلی خسته به نظر می رسد. فیصل بیسواس را برای ما نشان دادند و این هم حزیم مهدی از عراق است که الکی نیمی از مسافه را طی نمود. ورزشگر کشور بنگلادش را متوجه می شویم، او هم از خط 12 کیلومتر عبور کرد و ورزشگر کشور بنگلادش هست که حسین فیصل بیسواس نیمی از مسافه مسابقه را طی نمود و کمی هم باشد خسته می نمود، اما باز هم یک بار دیگر می گوییم که اینجا بخش سراشیبی مسابقه است و اکثرا سرعت ورزشکاران در اینجا تیزتر می شود. بازم حسین فیصل بود. نوار بسیار زیبا پیش از نقطه 12 کیلومتر ورزشگر کشور امارات متحده عرب و این هم منوچهر خود ما هست که در حرکت می باشد.
مسافه 12 کیلومتر را باز یک ورزشکاری دیگر عبور میکند و این هم ورزشکار خود تاجیکستان منوچهر یونوسوف هست که نیمه از مسافه مسابقه را به قول ما با تنتنه عبور میکند. سبقت‌های انفرادی میان مردان زیر 23 سال را با هم دیگر تماشا میکنیم و تنها اشتراکی در این سبقت‌ها از تاجیکستان همین منوچهر یونوسوف است که نیمی از مسافه مسابقه را طی کرد و به سمت بازار کوشانیان در حرکت هست گویم هم می شود. فاصلش با نفر قبلی اندکی هم باشد کاسته است و این بسیار خوب می باشد. خب ورزشکاران دیگر هم کم کم به نیمه مسافه مسابقه می رسند. این هم ورزشکار کشور ازبکستان الکسی فاموفسکی و این هم ورزشکار کشور هندوستان به او نزدیک شده ایستاده است. فاموفسکی بازم یک بار دیگر ورزشکار تاجیک را برای ما نشان می‌دهد که در درون طبیعت تاجیکستان یک بار دیگر شاید برای احیای رشته دوچرخه‌رانی در تاجیکستان تلاش میکنند. ورزشکار کشور مغولستان که از او هم انتظارات زیادی است، باتسنگل امرتوفشین اولین ورزشکار هم از مسافه 19 کیلومتر عبور کرد و مسافه بسیار اندکتری میماند. بازم قصر با حشمت و دیدنی تنیس و مجمع ورزشی مدن احمد در حرکت که واقعا هم شاید در سالهای بعدی ما در همین شهر دوشنبه میزبان چمپیونات های آسیا و فراتر از آن را در همین قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی داشته باشیم. امکانیت هست، شرایط بسیار خوب و مکانهای ورزشی که در سالهای اخیر ساخته شدند برای برگزاری مسابقه‌های فراقاروی و بین المللی بسیار مساعدت میکنند و شاید هم که در ماه‌های نزدیک و سالهای نزدیک باز شاهد دیگر رقابت‌ها نیز خواهیم شد. مسافه 19 کیلومتر را باز یک ورزشگر دیگر عبور میکند میگذرد. بنگلادش یا پاکستان است. ورزشگر کشور پاکستان است که علی شاهولی می باشد از اینجا عبور نمود و ورزشگران کشور بحرین را اینجا میبینیم که الکی به دانشگاه اگرری نزدیک می شود. یعنی مردمی هم برای تماشای این سبقت‌ها به بیرون برآمدند و ما هم بسیار می‌خواستیم که مردم برای تشویق ورزشگران خود و ورزشگرانی که امروز در شهر دوشنبه مهمان شدند به عنوان میزبان و دستگیری می‌برآمدند بسیار خوب می‌شد. شکوه و شهامت این مسابقه را باز هم مخلصانی در بیرون بوده و آنهایی که هر کدام از ورزشگرانی که تلاش و استواری از خود نشان می‌دهند را تشویق کنند بسیار به نظر ارزنده و قابل تحسین می‌شد. حضور همه ورزشگران، حضور مخلصان در هر نمود ورزش بسیار اهمیتی والا دارد. ورزشگر کشور بحرین است که 21 کیلومتر را الکی طی نموده به قول خط راست میبراید. این ورزشگر هم احمد مدن از کشور بحرین است. واقعا هم اولین شده اگر خطا نکنم توانست از نقطه 21 کیلومتر این مسابقه عبور کند و به سمت خط نهایی در حرکت هست. مدن احمد. امیدوارم که شعار آویزه های 10 ساله بین المللی آب ما را در سراسر جهان بینند، زیرا این ابتکاری که
توجیکستان در سازمان ملل سالها قبل کرده بود همکنون به مسئله روز جهان تبدیل می شود و باز هم یک بار دیگر نشان میدهد که کشور تاجیکستان برای صلح، امنیت چه در نظر سیاسی و نظامی و چه از نظر خوراکواره یا غذایی نیز تلاش میکند. ورزشگر کشور بحرین مدن احمد را برای ما نشان میدهند که از نزد باغ احمد دانش الکی گذشته ایستاده است اگر خطا نکنم باز هم و به خط نهایی بسیار نزدیک شده ایستاده است. خب ورزشگر دیگر هم از مرز 21 کیلومتر عبور کرد گویم هم می شود و امیدواریم که منوچهر هم به زودی از آن خط عبور خواهد کرد. البته او هنوز در نزدیکی های قصر تنیس و ورزشی مجمع ورزشی آبی قرار باید داشته باشد. و همچنانی که میبینید از ورزشگری تاجیک، ورزشگری کشور امارات متحده عرب میگذارد. البته این گذشتن او معنی آن را ندارد که ورزشگری تاجیک سست عمل کرده باشد، در حالی که ورزشگری تاجیک یک دقیقه دیرتر از محمد المتعیوی از امارات متحده عرب به سبقت پرداخته بود. معلوم شد از او در این مدت ها گذشته است، ولی همین چند لحظه پیش دیدیم که محمد المتعیوی از منوچهر یونوسفی ما کمی هم باشد گذشت و اولین نفری که به خط نهایی نزدیک شده ایستاده است همون ورزشگر کشور بحرین بود اگر خطا نکنم و اینجا باز هم سبقت ورزشگر تاجیک با ورزشگر امارات متحده عرب رو میبینیم که توانستند حدود 19 کیلومتر از سبقت رو پشت سر کنند. نفر اول باید به خط نهایی بسیار نزدیک شده باشد. بله، ورزشگر کشور بحرین است که عموما اگر حساب کنید نفر چهارم بود که از خط آغاز سبقت به هنرنمایی پرداخت. مدن احمد اولین شده به خط نهایی نزدیک شده ایستاده است. بله، و اینجا هم آخرین مترها دیگر کیلومتر باقی نماند و محمد احمد مدن معذرت میخواهم از بحرین از خط نهایی عبور کرد. در ثانیه های آخر البته سرعتش را آنقدر زیاد نکرد، نمیدونم برای چی، در حالی که هر ثانیه مهم بودنش ممکن. البته امروز در دو سبقت دیگری که ما آن را مشاهده کردیم ورزشگران فاصله نفر اول بود اون تقریبا 44 و 45 ثانیه بود، یعنی فاصله زیاد بود در اصل. و چند لحظه دیگر منوچهر یونوسفی ما هم از نقطه 21 کیلومتر عبور خواهد کرد و به نسبتاً بخشی ساده‌تر یا آسانتر جاده خواهد رفت. و این هم ورزشگر از کشور پاکستان علی شاهولی را ما یک بار دیگر دیدیم که او هم در سراشیبی قرار دارد و به سمت فینیش یا نقطه انجام دیدار یا سبقت در حرکت می باشد. بله، مخلصان هستند، کفکوبی هم میکنند برای منوچهر یونوسف، تنها اشتراکی در این سبقت از کشور تاجیکستان که الکی همین هم خودش نویگری است. موفقیت نمیتوانیم گفت زیرا موفقیت کاملا چیز دیگر است. فقط اشتراک موفقیت بوده نمیتواند، ولی این آغاز کار هست. پس از گذشت این همه سالها اولین بار در چمپیونات آسیا ما حضور خود را به ثبت میرسانیم و امیدوارم که حضوری با برار خواهد بود برای آینده. و ورزشگر کشور پاکستان علی شاهولی به
метрҳои охир омада расид. агар аз соати 3 оғоз карда бошанд сабқатро, ки Алишоҳвалӣ дар 33 дақиқа ба сабқат пардохта буд, ҳудуди 31 дақиқаву чанд сонияҳо, ки ҳоло дақиқашро пас аз чанди худи доварон барои мову шумо эълом хоҳанд кард. ва ҳамчуноне ки мебинед варзишгари кишвари мо Манучеҳр Юнусов ба бахши сабуктари ин сабқат, яъне минтақаи ҷоддаи сарошебӣ, ки инҷо чандон нирӯи зиёд мисли он ҷое ки дар ба тепа баромадан буд нест ва суръати худро бештар хоҳад кард. таҳти рақами 26 ва ҳунарнамоии ӯро хоҳем дид. 24 километрро ҳам дучархаро ронданаш кори содаи нест ва ҳунару маҳорату истиқомат ва устувории бисёр зиёде мехоҳад. ва ин ҳам варзишгари кишвари Бангладеш аст, ки ӯ ҳам ба самти хатти ниҳоии мусобиқа дар ҳаракат ҳаст. Манучеҳр Юнусов суръаташ хуб аст инҷо ва ба самти хатти ниҳоӣ дар ҳаракат. ин ҳам варзишгари кишвари Ҳиндустон Манав Сарада, ӯ ҳам ба самти хатти ниҳоӣ ё анҷоми мусобиқа дар ҳаракат ҳаст. ва ин ҳам варзишгари фаластинӣ, ки аввалин шуда аз хатти оғоз дар ҳаракат шуда буд, Мустафо Зағарӣ. ин варзишгар беш аз 36 дақиқа дар дучархаронӣ буд. гуфтем ки аввалин нафаре буд, ки ба ин сабқат пардохт. Мустафа Зағарӣ ҳудуди 36 дақиқа дар ҳаракат буд, бо ин ки парчами кишварашро берун мекашад, аммо беҳтар мебуд натиҷаи беҳтареро ба даст меёрд. ба ҳар ҳол эҳтиром ба парчами миллӣ ин қобили ситоиш ҳаст ва дар ин замина аз ҳама беҳтар ва қобили ситоиштар натиҷаи бартар мебошад. ва ҳамон рамзи истиқлоле ки дар рӯбарӯи экранҳои худ мебинеду варзишгари тоҷикро умедворем ин истиқлолият барои мо шукуфоӣ ва муваффақиятҳоеро дар пеш хоҳад дошт. масофаи 21 километрро варзишгари эронӣ Алиёрӣ тай намуд ва биёд бибинем ки варзишгари ироқӣ Маҳдӣ Ҳазим Албатаҳ ҳам хатти ниҳоӣ ё марраро убур мекунад. ӯ ҳам ҳудуди 33-34 дақиқа дар ҳаракат буд, 33 дақиқа шояд, вале натиҷаи ниҳоиро барои мо варзишгарон, довароне ки он ҷо ҳастанд, ҳатман нишон хоҳанд дод. хоб чанд сад метраки дигар барои Манучеҳр Юнусов боқӣ мондааст ва ин кафкӯбиҳое ки мебинед, як бори дигар мо иброз медорем ки мухлисии ҳаводории сокинони шаҳри Душанбе, муқими ё меҳмононе ки аз дигар ноҳияҳо омаданд барои ин чемпионат бисёр муҳим аст, барои муаррифии кишвари мо, барои муаррифии ватани мо. ва ин ҳам варзишгари кишвари Қазоқистон буд, ки аз нуқтаи 21 километр убур кард. ҳамаги чанд сад метраки дигар барои Манучеҳр Юнусов мондааст. чӣ қадар метавонад талошашро бештар кунад, зеро ӯ барои худаш рекордашро нав хоҳад кард. дар аввалин иштирок ва талошҳои ӯ ва кафкӯбии мардуми Тоҷикистон ва мухлисони тоҷик аз варзишгари тоҷик, ки ҳамакнун ӯ ҳам аз хатти ниҳоӣ убур хоҳад кард. Манучеҳр Юнусов аз дастпараворони мактаби дучархаронии вилояти Суғд, ки дар он ҷо ин ришта рӯз аз рӯз ба пешрафтҳои навбанав рӯбарӯ мешавад. воқеан ҳам хаста Манучеҳр, зеро 22 километрро бо ин суръат тай кардан кори содаи. ҳамин тавр ду варзишгари дигар ҳам омаданду расиданд, аз ҷумла Алмутаеви Муҳаммадӣ аз Амороти Муттаҳидаи Араб ва варзишгари кишвари Узбекистон Алексей Фомойский аз хатти ниҳоӣ убур карданд. мондааст варзишгари Муғулистон ва Бангладеш. ин ду варзишгар ҳам
ба хатти ниҳоӣ наздик шуданд ва боз варзишгари дигаре ҳам аз он пушт оҳиста оҳиста омада истодааст. алиёрӣ варзишгари эронӣ ки аз ӯ низ интизороте ҳаст, зеро ин варзишгар аллакай дар қаҳрамонии мусобиқаҳои осиё дар соли 2017 дар ҳамин риштаи дучархаронии шоҳроҳ соҳиби медали тилло шуда буд. варзишгарон ҳамакун як аз хатти ниҳоӣ убур мекунанд. охирин нафарҳо ҳам омада мерасанд. ин ҳам варзишгари кишвари бангладеш аст ки тавонист убур кунад. Ойдин Алиёрӣ аз ҷумҳурии исломии Эрон аз хатти ниҳоӣ ӯ ҳам убур мекунад. ҳудуди 30 дақиқа шояд ӯ дар ҳаракат буд. Ойдин Алиёрӣ ӯ ҳам хеле хаста ба назар мерасад, чун бисёр талош кард. аллакай соҳиби медали тилло дар бозиҳои ё қаҳрамонии осиёи соли 2017-ро дорад. инҷо мардони зери 23 сол дар талош ҳастанд ва фарзанди қаҳрамони олимпӣ дар инҷо дар экранҳои шумо Николас Винокуров аз Қазоқистон ки эҳтимолан падараш бисёр мехоҳад бодастони худаш ягон медалеро ба ӯ дар инҷо эҳдо кунад. албатта на танҳо эҳдо, балки ба хотири он ҳама машқу тамринҳое ки фарзанди ӯ ҳам дар баробари падари қаҳрамони олимпияш кардааст. Николас Винокуров ҷашни наврӯзро чӣ гуна таҷлил мекунад пас аз чанд лаҳза маълум хоҳад шуд ва ӯ ҳам аз хатти ниҳоӣ убур мекунад. бале, Николас Винокуров ҳам ки охирин нафаре буд ки аз хатти оғоз ба ҳаракат дар омад, аз хатти марра ё аз хатти ниҳоӣ низ убур карду. як бори дигар биҳишти рӯи дунёи Душанбе, аҷаб шаҳри дилорои Душанбе ва ҳамеша ҳамин гуна парчамат парафшон бошад. ин ҳам варзишгари кишвари Муғулистон Батсенгел Амартувшин аст ки дар фазои наврӯзии Тоҷикистон имрӯз воқеан ҳам дучархаронии хуберо анҷом доданд. ин сеюмин мусобиқае буд ки имрӯз дар чорчӯби чемпионати Осиё оид ба дучархаронии шоҳроҳҳо баргузор шуд ва ҳамаи варзишгарон омада расиданду пас аз чанде барои мову шумо боз ҳам маросими ҷоизасуборӣ нишон дода мешавад ки дар он ҷо натиҷаҳо барои натиҷаи ниҳоии ҳар кадом аз онҳо пешкаш хоҳад гардид. бозам як бори дигар мегӯем ки дуюмин рӯзи чемпионати Осиё оид ба дучархасавории шоҳроҳ дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон буду ҳамакнун сеюмин сабқат ба анҷом расид ки охирин сабқати имрӯз маҳсуб мешуд миёни мардони инфиродӣ зери 23 сол. пас аз чанде маросими расмии ҷоизасупорӣ баргузор хоҳад шуду мо ному фамилияҳои ғолибонро бо шумо хоҳем шунид. миёни мардон дар шоҳроҳ маъзарат мехоҳам ба анҷом мерасад ва имрӯз 3 сабқат сурат гирифт ки дар анҷо бонавони ҷавон, мардони ҷавон дар масофаҳои гуногун ба сабқат пардохтанд ва яке аз рақобатҳои диданӣ дар сеюмин сабқат сурат гирифт ки дар он ҷо мардони зери 23 сол бо ҳамҳунар озмуданд ки дар байни онҳо варзишгароне буданд ки дар турҳои ҷаҳонӣ ба мусобиқаҳои ҷаҳонии дучархасаворӣ иштирок карданд. аз ҷумла дар ҳамин имрӯз 4-5 нафар аз варзишгароне буданд ки дар турҳои ҷаҳонӣ иштирок дошта ва соҳиби мақомҳои ифтихорӣ гардиданд. аз ҷумла албатта Ҳазим Маҳдӣ, Алмутавӣ Муҳаммад, Заргари Мустафа, Ҳусайн Файсал ва ин варзишгароне ки дар байни мардони зери 3 сол ба ҳунарнамоӣ пардохтанду аз байни онҳо мо дидем ки Алексей Фомовский, Алиёрӣ Алдин, Ойдин Алиёрӣ, Николас Винокуров ва ҳамчунин варзишгарони баҳрайнӣ ки имрӯз бисёр хуб дурахшид Мадан Аҳмед
اولین ورزشگر است از کشور بحرین که در تورهای جهانی از جانب دسته خود بحرینی ها به هنرنمایی خواهد پرداخت و از پرچم ملت خودش حمایت خواهد کرد. همکنون مراسم رسمی جایزه سپاری برای ورزشگران رشته سبقت‌های انفرادی مردان زیر 23 سال با مدت زمان نه به خاطر آنکه نفر اول از خط نهایی عبور کرده باشد برگزار می شود و آخرین مراسم جایزه سپاری امروز خواهد بود و علاکه نام و نسب ورزشگرانی که عنوانهای قهرمان آسیا و جایزه دارانی چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه را با هم دیگر میبینیم و دو نفر مسئولان اساسی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا برای ورزشگران این سبقت جایزه ها را تقدیم میکنند. بله، شهر دوشنبه از هوای بسیار مناسب برای برگزاری مسابقه بود. امیدوارم که هم ورزشگران و هم هیئت همراه آنها در این شب و روزها از فضا و ایام نوروزی تاجیکی که وطن نوروز است به اندازه کافی فرح بردند و امروز واقعا هم سبقت‌های بسیار جالب صورت گرفتند. نخستین سبقت میان بانوان جوان بود که در آنجا ورزشگر کشور ازبکستان انا کوسکووا زینه اول را به خود اختصاص داد و از کشور قزاقستان کازاکبای داریا در بین زنان جوان زینه دوم را به خود اختصاص داد و نیگویت تایبی هانگ از کشور ویتنام در زینه سوم قرار گرفتند. میان مردان جوان هم ورزشگر کشور قزاقستان واگونوف الکسی زینه اول را به خود اختصاص داد. محمد درزی رمضان از ایران در زینه دوم قرار گرفته بود و امان گرل توایرگال از مغولستان در زینه سوم و این هم آخرین مراسم جایزه سپاری برای شما معرفی می‌گردد که در اینجا زینه سوم را به خود علیاری ایدین یا ایدین علیاری درستش میگوییم از کشور ایران به خود اختصاص داده است. زینه سوم را در زینه دوم فاموفسکی الکسی از ازبکستان و مدن احمد که واقعا هم ورزشگر توانا بوده است از کشور بحرین در زینه اول قرار گرفت و مدال و نشانهای خود را از دست مسئولان کنفدراسیون معذرت میخوام دوچرخه سواری آسیا، فدراسیون دوچرخه رانی تاجیکستان و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حتما دریافت خواهند کرد. بله، زینه سوم با نشان داده 31 دقیقه و 5,619 ثانیه آیدین علیاری از جمهوری اسلامی ایران زینه سوم را به خود اختصاص داد و صاحب مدال برنجی این مسابقه گردید و از سوی رئیس کمیته کار با جوانان با مدال برنجی قدردانی می شود و تحفه‌گل هم از بهار عجم به این ورزشگری دیگر که آنها هم از میراثخواران همین نوروز عجم هستند تقدیم می گردد. و زینه دوم به ورزشگر کشور ازبکستان الکسی فاموفسکی است که 37,860 ثانیه از نفر اول دیرتر به خط نهایی رسید. در مجموع نشان داده او 30 دقیقه و 3,362 تا ثانیه می باشد که او در زینه دوم قرار گرفت و همینطور ورزشگر بسیار جوانی از کشور بحرین، ورزشگر 21 ساله این کشور احمد مدن است که توانست این مسافه را در 29 دقیقه و 25,502 ثانیه طی نمود و از سوی پرزیدنت کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا اسامه الشفر دریافتی لباس یا پوشینه قهرمانی میکند. عنوان قهرمانی بر ورزشگر کشور بحرین مبارک باشد. او همکنون در هیئت تیم بحرین ویکتوریوس در تورهای جهانی اشتراک میکند. البته سال قبل که به عضویت این تیم پیوست و اولین ورزشگر بحرینی خواهد بود که در تورهای جهانی
برآمد میکند و نتیجهش هم شایسته تحسین است، زیرا بهترین نتیجه را تاکنون در چمپیونات آسیای مرکزی عاید به دوچرخه‌رانی این ورزشگر نشان داده است با 48 و 194 کیلومتر در ساعت سرعت حرکت و صاحب مدال طلا گردید و برای خودش عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. این ورزشگر پیش از سفر به تاجیکستان وقتی به او سوال داده بودند ابراز داشته بود که پیش از بازی‌های آسیایی و تورهای جهانی چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری شاهراه در تاجیکستان برایش بسیار مهم خواهد بود و می‌خواست در اینجا یک بار نیرویش را بسنجد تا در آینده بتواند در تورهای جهانی نیز هنرنمایی نماید. و به سوال این که چی تو را به اینجاها رسانید یا به هیئت تیم رسانید، او گفت که مهمتر از همه تجهیزات ضروری برای رسیدن به این نتیجه و نهایتا سرمربی و مشق و تمرین ها به اینجا رساند. سرود ملی بحرین رو میشنویم. همینطور دومین روز چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری در شهر دوشنبه به انجام میرسد، اما این مسابقه همچنان جریان دارد و در روزهای بعدی باز مشاهده 7 سبقت دیگر را خواهیم داشت که مسابقه اساسی ما در روزهای بعدی باز هم صورت میگیرند در مسافه های گوناگون، از جمله در مسافه هایی که تا امروز ما نداشتیم، یعنی 61 کیلومتر، 111 کیلومتر، 130 کیلومتر و 174 کیلومتر که بین مردان حرفه‌ای برگزار خواهد شد در روز آخر. شما را در پیش انتظار هستند و از تلویزیون ورزش دور نروید، زیرا سبقت‌های دیدنی تر در پیش هستند و امروز که ختم یافت روز دیگر را آغاز می‌بخشد. همین فردا الکی از روز 27م سبقت‌های باز هم دیگر میان بانوان حرفه‌ای و مردان حرفه‌ای برگزار می‌شود در مسافه 24 کیلومتر که در شهر دوشنبه برگزار می شود. با شما بودم عبدالنسیم ستارов و امیدوارم که از چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری در شهر دوشنبه لذت برده باشید. در روزهای بعدی باز هم ورزشکاران کشورهای گوناگون برایتان افتخار آفرینی میکنند، برای خودشان هم، برای کشورشان و برای کشور میزبان هم. باید قید نامیم که امروز الکی ورزشکاران ازبکستان و قزاقستان صاحب دوتایی نشان شدند، همچنین کشور ایران صاحب دوتایی نشان شد. یک تایی مدال از مغولستان، ویتنام و از بحرین شدند که البته مدال بحرین مدال طلا و عنوان ورزشکار بحرینی مدن احمد مدال طلاست و عنوانش عنوان قهرمانی و مبارک باشد. یک بار دیگر صورت خاطروی با همراه جایزه‌داران قهرمانی آسیا عاید به دوچرخه‌رانی شاهراه میگیرد و با همین ما با پخش مستقیم خود از سبقت‌های چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری شاهراه خاتمه می‌بخشیم. It must be mentioned that Bangladesh is a member of the Asian Cycling Confederation.